با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. سامیان گرامی، حالا گفتاری 29 را از روی یکی از شاهکاری‌های بی‌نظیر ادبیات فارس و تاجیک، بوستان سعدی، در قرائت عبدالرشید خوجمخولov بشنوید. در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام با هر کسی. طمع تو به هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم. ادامه باب 9 در توبه و راه ثواب. برو پاس درویش محتاج دار، که شاه از رعیت بود تاجدار. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. بس اعنا درم طفلی اندر گذشت، چی گویم کزانم چی بر سر گذشت. قضا نقش یوسف جمالی نکرد، که ماهی گورش چو یونس نخورد. در این باغ سروی نیامد بلند، که بادی اجل بیخش از بن نکند. نهالی بسی سال گردد درخت، ز بیخش برآرد یکی بادی سخت. عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت، که چندین گل اندام در خاک خفت. به دل گفتم ای ننگ مردان بمیر، که کودک رود پاک و آلوده پیر. ز سودا و آشفتگی بر خدش، برانداختم سنگی از مرقدش. ز هولم در آن جای تاریک و تنگ، بشورید حال و بگردید رنگ. چو باز آمدم زین تغیر به هوش، ز فرزند دلبندم آمد به گوش. گرت وحشت آمد ز تاریک جای، به هوش باش و با روشنایی درآی. شبی گور خواهی منور چو روز، از اینجا چراغی عمل برفروز. تنی کار کن می بلرزد ز تب، مبادا که نخلش نیارد رطب. گروه فراوان طمع ظن برند، که گندم نیفشانده خرمن برند. بران خورد سعدی که بیخی نشاند، کسی برد خرمن که تخمی فشاند. باب 10 در مناجات
ختمی کتاب. یکی باب عدل است و تدبیر رای، نگهبانی خلق و ترسی خدای. دوم باب احسان نهادم اساس، که منعم کند فضل حق را سپاس. سوم باب عشق است و مستی و شور، نه عشقی که بندد در خود بزور. چهارم تواضع رضا پنجمین، ششم ذکر مرد قناعت گزین. به هفتم در از عالم تربیت، به هشتم در از شکر بر عافیت. نهم باب توبه است و راه صواب، دهم در مناجات و ختم کتاب. بیا تا برآریم دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل. به فصلی خزان در نیابی درخت، که بی برگ ماند ز سرمای سخت. برآرد تهی دستهای نیاز، ز رحمت نگردد تهی دست باز. مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست. قضا خلعت نامدارش دهد، قدر میوه در آستینش نهد. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز. چو شاخی برهنه برآریم دست، که بی برگ از این بیش نتوان نشست. خداوندگارا نظر کن به جود، که جرم آمد از بندگان در وجود. گناه آید از بنده خاکسار، به امید عفو خداوندگار. کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطفی تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبی همین چشم داریم نیز. عزیزی و خواری تو بخشی و بس، عزیزی تو خواری نبیند ز کس. خدا را به عزت که خوارم مکن، به ذل گنه شرمسارم مکن. مسلط مکن چون منی بر سرم، ز دستی تو به گر عقوبت برم. به گیتی نباشد بتر زین بدی، جفا بردن از دستی همچون خودی. مرا شرمساری ز روی تو بس، دیگر شرمسارم
مکن پیش کس. گرم بر سر افتد ز تو سایه‌ای، سپهرم بود کمترین پایه‌ای. اگر تاج بخشی سر افرازدم، تو بردار تا کس نیندازدم. تنم می بلرزد چو یاد آورم، مناجاتی شوریده‌ای در حرم. که می گفت شوریده دلفگار، الها ببخش و بذلم مدار. همی گفت با حق بزاری بسی، میفکن که دستم نگیرد کسی. به لطفم بخوان مرا نزدرم، ندارد بجوز آستانت سرم. تو دانی که مسکین و بیچاره ایم، فرو مانده نفس اماره ایم. نمی تازد این نفس سرکش چنان، که عقلش تواند گرفتن عنان. کی با نفس و شیطان برآید به زور، مصافی پلنگان نیاید ز مور. به مردانی راحت که راهی بده، وز این دشمنانم پناهی بده. خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت. به لبیک حجاج بیت الحرام، به مدفون یثرب علیه السلام. به تکبیر مردان شمشیر زن، که مردی وغا شمارند زن. به طاعات پیرانی آراسته، به صدق جوانان نوخاسته. که ما را در آن ورطه یک نفس، ز ننگی دو گفتن به فریاد رس. امید است از آنان که طاعت کنند، که بی طاعتان را شفاعت کنند. به پاکان کز آلایشم دور دار، وگر ذلتی رفت معذور دار. به پیرانی پشت از عبادت دوتا، ز شرمی گنه دیده بر پشت پا. که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقتی شهادت مبند. چراغ یقینم فرا راه دار، ز بد کردنم دست کوتاه دار. بگردان ز نادیدنی دیده ام، مده دست بر ناپسندیده ام. من آن ذره ام در هوای تو نیست، وجود و عدم در ظلامم یکیست. ز خورشید لطفت شعاعی بسم، که جوز از شعاعت نبیند کسم. بدی را نگه کن که بهتر کس است، گدا را ز شاه التفاتی بس است. مرا گر بگیری با انصاف و داد، بنالم که لطفت نه این وعده داد.
خدایا بخاری مرا نزدرم، که صورت نبندد دری دیگرم. ور از جهل غایب شدم روز چند، کنون کامدم در برویم مبند. چی عذر آرم از ننگ تردامنی، مگر عجز پیش آورم کی غنی. فقیرم به جرمی گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. خدایا به غفلت شکستیم عهد، چی زور آورد با قضا دستی جهد. چی برخیزد از دستی تدبیری ما، همین نکته بس عذر تقصیری ما. همه هر چی کردم تو برهم زدی، چی قوت کند با خدایی خودی. نه من سر ز حکمت به در میبرم، که حکمت چنین می چرده ای را کسی زیشت خواند، جوابی بگفتش که حیران بماند. نه من صورتی خویش خود کرده ام، که عیبم شماری که بد کرده ام. تو را با من ار زیشت رویم چی کار، نه آخر منم زیشت و زیبانگار. از آنم که بر سر نبیشتی ز پیش، نه کم کردمی بنده پرور نه بیش. تو دانایی آخر که قادر نیم، توانایی مطلق تویی من کیم. گرم ره نمایی رسیدم به خیر، وگر گم کنی باز مانم ز سیر. جهان آفرین گر نه یاری کند، کجا بنده پرهیزگاری کند. چه خوش گفت درویش کوتاه دست، که شب توبه کرد و سحرگه شکست. گر او توبه بخشد بماند درست، که پیمان ما بی ثبات است و سست. به حقت که چشمم ز باطل بدوز، به نورت که فردا به نارم مسوز. ز مسکینیم روی در خاک رفت، غباری گناهم بر افلاک رفت. تو یک نوبتی ابری رحمت ببار، که در پیش باران نپاید غبار. ز جرمم در این مملکت جاه نیست، ولیکن به ملک دیگر راه نیست.
تو دانی ضمیری زبان بستگان، تو مرهم نهی بر دل خستگان. زی خاک آفریدت خداوندی پاک، پس بنده افتادگی کن چه خاک. حریص و جهان سوز و سرکش مباش، زی خاک آفریدندت آتش مباش. مغ در بروی از جهان بسته بود، بتی را به خدمت میان بسته بود. پس از چند سالان نکوهیده کیش، قضا حالت صعبش آورد پیش. به پایی بت اندر به امید خیر، بغلتید بیچاره بر خاک دیر. که درمانده ام دستگیری صنم، به جان آمدم رحم کن بر تنم. بزارید در خدمتش بارها، که هیچش بسامان نشد کارها. بتی چون برآرد مهماتی کس، که نتواند از خود براند مگس. برآشفت کی پای بندی زلال، به باطل پرستیدمت چند سال. مهمی که در پیش دارم برار، وگرنه بخواهم ز پروردگار. هنوز از بت آلوده رویش به خاک، که کامش برآورد یزدانی پاک. حقایق شناسی در این خیره شد، سری وقت صافی برو تیره شد. که سرگشته دونی یزدان پرست، هنوزش سر از خمری بتخانه مست. دل از کفر و دست از خیانت بشوست، خدایش برآورد کامی که جوست. فرو رفت خاطر در این مشکلش، که پیغامی آمد به گوشی دلش. که پیشی صنم پیری ناقیس و قل، بسی گفت و قولش نیامد قبول. گر از درگهی ما شود نیز رد، پس آنگه چی فرق از صنم تا صمد؟ دل اندر صمد باید ای دوست بست، که عاجزترند از صنم هر کی هست. محال است اگر سر بر این در نهی، که باز آیدت دست حاجت تهی. خدایا مقصر به کار آمدیم، تهی دست و امیدوار آمدیم. شنیدم ز مست ز تابی نبید، به مقصوره مسجد در دوید. بنالید بر آستان کرم، که یا رب به فردوس اعلا برم. مؤذن گریبان گرفتش که هین، سگ و مسجدی فارغ از عقل و دین. چی شایسته کردی که خواهی بهشت، نمی بدت ناز با روی زیشت. بگفت این سخن پیر و بگریست مست، که مستم بدار از من ای خواجه دست. عجب داری از لطف پروردگار، که باشد گنهگاری امیدوار. تو را می نگویم که عذرم پذیر، دری توبه باز است و حق دست گیر.
همی شرم دارم ز لطفی کریم، که خوانم گنه پیش عفوش عظیم. کسی را که پیری در آرد ز پای، چو دستش نگیری نخیزد ز جای. من آنم ز پای اندر افتاده پیر، خدایا به فضلی خودت دست گیر. نگویم بزرگی و جاهم ببخش، فروماندگی و گناهم ببخش. اگر یاری اندک زلال داندم، بنا بخردی شهره گرداندم. تو بینا و ما خایف از یک دیگر، که تو پرده پوشی و ما پرده در. برآورده مردم ز بیرون خروش، تو بیننده در پرده و پرده پوش. بنادانی ار بندگان سرکشند، خداوندگاران قلم درکشند. اگر جرم بخشی به مقداری جود، نماند گنهگاری اندر وجود. وگر خشم گیری به قدری گناه، به دوزخ فرست و ترازو مخواه. گرم دست گیری به جایی رسم، وگر بفکنی بر نگیرد کسم. کی زور آورد گر تو یاری دهی، کی گیرد چو تو رستگاری دهی. دو خواهند بودن به محشر فریق، ندانم کدامین دهندم طریق. عجب گر بود راهم از دستی راست، که از دست من جز بدی بر نخواست. دلم می دهد وقت این امید، که حق شرم دارد ز مویی سپید. عجب دارد ار شرم دارد ز من، که شرمم نمی آید از خویشتن. نه یوسف که چندان بلا دید و بند، چو حکمش روان گشت و قدرش بلند. گنه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورتی خوب را. به کرداری بدشان مقید نکرد، بضاعات مزجاتشان رد نکرد. ز لطفت همی چشم داریم نیز، بر این بی بضاعت ببخشی عزیز. کس از من سیه نامه تر دیده نیست، که هیچم فعالی پسندیده نیست. جز این که اعتمادم به یاری توست، امیدم به آمرزگاری توست. بضاعت نیاوردم الا امید، خدایا ز عفوم مکن ناامید. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 29 را از روی بوستان سعدی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان برنامه شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.